گنج حضور، سی دی و دیویدیوهای گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته‌های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. برخیز و صبوح را برانگیز، جان بخش زمانه را و مستیز. آمیخته باش با حریفان، با آب شراب را میامیز. یاد تو شراب و یاد ما آب، ما چون سر خر تو همچو پالیز. ای غم اجلت در این قنینه است،
گر مردنت آرزوست مگریز. مرگ نفس است در تجلی، مرگ جعل است در ابربیز. مجلس چمنی است و گل شکفته، ای ساقی همچو سرو برخیز. این جام مشعشع آنگهی شرم، ساقی چو تویی خطاست پرهیز. ما را چو رخ خوشت برافروز، غم را چو عدوی خود درآویز. هشتیم غزل که نوبت توست، مردانه درآ و چست و سرتیز. با سلام و احوالپرسی برنامه گنج و حضور امروز رو با غزل شماره 1192 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. برخیز و صبوح را برانگیز، جان بخش زمانه را و مستیز. پس کلمات برخیز و صبوح و برانگیختن، زمانه یعنی هرچی که در این زمان زنده هست بهش جان بخشیدن و ستیزه نکردن، از کلمات کلیدی این غزل و همین بیت هست. برخیز در واقع مولانا هم به انسان میگه، یعنی به ما میگه، هم به زندگی. برای اینکه اصل انسانی، ذات ما، هوشیاری حضور یا این لحظه با زندگی یکیست و از مشخصات عالی بودن در واقع نوشته های مولانا مثل همین غزل، یکیش اینه که دویی رو با یکتایی می‌آمیزه. وقتی ما با ذهن حرف میزنیم به صورت دویی همش. مثلا من به شما میگم برخیز، بنابراین یک گوینده هست که فاعله و یکی هم شما هستین که کار روی شما واقع شده، پس دو تا قلم هست. تبدیل گفتار دویی به گفتار یکتایی یک هنره و اگر ما خوب توجه کنیم ما رو از گیر افتادن در ذهن که دوییه به وحدت میرسونه.